سلام و درود خدمت همه دوستان هنرمند و آرتیست، مخصوصا وبتون آرتیست های عزیزمون. خیلی خوش اومدید به ویدیو معرفی دوره آموزشی ساخت 3D بک‌گراند با نرم افزار اسنپتون. من مهدی هستم، موشن گرافیست، مدرس وبسایت آرتیزی و بک‌گراند آرتیست وبتون های منتشر شده یک روز کامل و اینگونه دوست دارم در پلتفرم وبتون. توی این دوره جامع و کامل ما با استفاده از نرم افزار اسنپتون که یک نرم افزار قدرتمند 3D توی زمینه کامیک و وبتون هست و محصول کشور کره هست، یاد میگیریم که چگونه 3D بک‌گراند های جذاب و متنوع با استفاده از مدل های 3D در رنگ ها و مدل های فانتزی، انیمه، کارتونی واسه وبتون خودمون بسازیم. این دوره جامعه 5 جلسه شامل 4 ساعت آموزش مفید هست که برای شما عزیزان تهیه شده، مرحله به مرحله از نصب نرم افزار اسنپتون تا انواع شات‌ها و گرفتن خروجی و شات‌های آماده برای وبتون رو با هم دیگه یاد میگیریم. قسمت‌های مختلف نرم افزار اسنپتون رو همه رو با هم یاد میگیریم، 0 تا 100 رو با سایت‌ها، آبجکت‌ها و مدل‌های 3D که حالا به نرم افزار ایمپورت میشن آشنا میشیم. انواع شات‌ها و کارگردانی خلاق و حرفه‌ای رو با هم دیگه یاد میگیریم که چگونه پروژه خودمون رو سیو کنیم تا در موقعی دیگه زمان تایم دیگه که خواستیم از مدلمون استفاده کنیم اونو به نرم افزار فراخوانیش کنیم. اینم توی پرانتز بهتون بگم که اکثر وبتون آرتیست‌های اورجینال کره حالا یا سایر کشورهای دیگه برای وبتوناشون یا کاراشون از این نوع بک‌گراندهای 3D جذاب استفاده میکنن. این دوره آنلاین هست و شما عزیزان با خرید این دوره میتونید هر زمان که خواستین وارد سایت بشین، یوزر پستون رو بزنید و دوره رو به صورت آنلاین تماشا کنید. حداقل سیستم پیشنهادی هم برای نرم افزار اسنپتون که نرم افزار رو به صورت کارکرد ساده بالا بیاره و لگ نداشته باشه، یه سیستمی با مشخصات ویندوز 10 یا به بالا ویندوز 10 پردازنده یا سی پی یو کورای تری نسل 4 و به بالاتر یا معادلش به رایزن، 4 گیگابایت رم و کارت گرافیک اینتل اچ دی 4000 یا به بالاتر و فضای دیسک خالی 2 گیگابایت، اونم برای نصب نرم افزار و سیو پروژه ها. و یه صفحه نمایشگر 1280 در 720 هم فکر می‌کنم کافی باشه واسه این نرم افزار. این دوره اصلا پیش نیاز خاصی نداره و پشتیبانی نامحدود داره و هر گونه سوال و ابهام شما عزیزان رفع و برطرف میشه. در ادامه چند مدل از بک‌گراندهای 3D تیم آرتیزی رو با هم دیگه می‌بینیم. از اینکه آرتیزی رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید سپاسگزارم. تا ویدیوی بعد، بدرود.